یک انسان‌های پیدا میشه که از نام اسلام استفاده سو میکنن برای گسترش افکار قومی، برای سلطه طلبی، سلطه گرایی، برای که ملت دیگری را، قوم دیگری را توهین تحقیر بکنن، خودشون را عزیز و دیگران را ذلیل بدانند. در نظام اسلامی همه انسان ها، همه بشریت و قول للناس حسنا، همه یک حقوق دارد و همه با کلام زیبا و با الفاظ نیک باید برخورد شود. همه یک حق را دارد و از نظام اسلامی که دارای چنین ادبیاتی است اطاعت لازم و واجب است. اگر حاکمیت با استفاده از نام اسلام، یعنی استفاده سو، جنبه جاهلیت، جنبه رذالت و تقویت جنبه قومگرایی را دامن میزند، در مقابله از او ایستاد شدن لازم و واجب الهی است، چرا که حق تلفی پدید آوردن ظلمات و تاریکی در افکار اونها نهادینه شدگی است. ما باید خودمون را از زیر بوج مشکلات نظام قومگرایی باید خودمون را رها بکنیم. واقعا این وجیبه ایمانی و الهی به آحادی از مسلمانان در سطح دنیا است.